سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 17 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه 3800 روز در زندان، دعوت فریدم ناو به آزادی زید سعیدوف، مجازات 300 کس و اخراج 34 کس برای زنازنی تاجیکا و قرغیزا در کان گازپروم، بازداشت راننده‌ای که در مشچا کارمند بدیه را زده گریخت، 15 سال حکم زندان یک مرد تاجیک در یاقوتستان روسیه برای کشتار 20 سال پیش، الهام علیف پرچم آذربایجان را در پایتخت قره‌باغ برافراخت. و اکنون تفصیلات خبرها. سازمان معروف حامی حقوق فریدم ناو 14 اکتبر سال 2023 با نشر یک بیانیه در شبکه توییتر خواستار آزادی بلافاصله و به قید و شرط صاحبکار خوشنام تاجیک و سابق وزیر صنعت تاجیکستان زید سعیدوف شد. سبب نشر این اظهارات 3800 شبانه روز شد که زید سعیدوف در پشت پنجره پس سر کرده است. 3800 روز قبل مقامات تاجیکستان سیاستمدار مخالف تاجیکستان زید سعیدوف را به حبس کشیدند. او برای عزمش برای ساختن حزب سیاسی نو به 29 سال زندان محکوم شده است. ما به آزادی بلافاصله و بی قید و شرط او دعوت میکنیم، گفته شده است در اظهارات. فریدم ناو و دیگر سازمان‌های حامی حقوق قبلا هم چندین بار با اشاره به انگیزه‌های آشکار سیاسی پرونده زید سعیدوف از حکومت تاجیکستان آزاد کردن او را تقاضا کرده بودند. در سال 2018 دو نهاد معتبر سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق انسان حکم زید سعیدوف را غیر قانونی نامیدند و از حکومت تاجیکستان خواستند که او را آزاد کرده برای سالهای در زندان پس سرکرده‌اش به زید سعیدوف جبران پرداخت کنند، ولی قرار سازمان ملل را هم در دوشنبه کسی به نوبت نگرفت. بعد امضای سازشنامه سال 1998 بر اساس سهمیه 30 فایزه برای مخالفین جدا شده، زید سعیدوف رئیس کمیته صنعت تاجیکستان تعیین شد. زید سعیدوف از سال 2000 تا 2006 وزیر صنعت تاجیکستان بود و بعد رفتنش از این مقام شرکت تاج ساختمان را تشکیل داد. این شرکت به یکی از شرکت‌های پیشتاز در بازار ساختمان کشور تبدیل یافت و چندین بناهای محتشم در پایتخت تاجیکستان از جمله دوشنبه پلازا که با 22 قبتش بلندترین بنا در شهر دوشنبه دونسته میشد، بنای نو مکتب رقم 8، مهمانخانه گلستان تور و دفتر مرکزی شرکت تسل را شرکت‌های ساختمانی مربوط به زید سعیدوف ساختند. زید سعیدوف ماه سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و ابتدا به 26 و در نهایت به 29 سال زندان محکوم شد. خود او بارها بازداشت حکم زندانش را سیاسی نامیده به عزمش برای ساختن حزب سیاسی ربط داده است. سازمان‌های حامی حقوق نیز زید سعیدوف را محبوس سیاسی مینامند، اما مقامات تاجیکستان انگیزه‌های سیاسی داشتن حکم او را رد می‌کنند. خبرگزاری نیمه‌رسمی ایرانی تسنیم خبر داد که وزیر دفاع ایران جنرال محمد رضا آشتیانی روز 17 اکتبر سال 2023 با یک سفر رسمی به تاجیکستان می رود. در خبر گفته می شود که جنرال آشتیانی روز سه‌شنبه با یک هیئت بلندپایه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده با جانب میزبان مسائل همکاری در سطح‌های مدافع و امنیت را بررسی خواهد کرد. گفته می شود که در جریان این سفر امضای قراردادهای حربی بین تاجیکستان و ایران نیز پیش بینی شده است. تفصیلات دیگر سفر هیئت حربی ایران به تاجیکستان و جزئیات قراردادهای حربی که باید امضا شود گفته نشده است. جانب تاجیکستان تا حال این خبر را شرح نداده است. سفر جنرال آشتیانی در پس منظر سردی شدید در مناسبت‌های دوشنبه و تهران صورت می‌گیرد. این سردی مناسبت‌ها که نظام امور آن را به جنگ سرد شباهت می‌دهند، علاقه تقریباً 8 سال باز ادامه دارد. در ایران بر اینند که میلیاردر ایرانی بابک زنجانی که در ایران با جرم دزدی بیش از 2 میلیارد دلار پول فروش نفت محکوم به قتل شده است، این میلیاردها را توسط تاجیکستان ربوده است. آنها برای این افتتاح چندین شرکت و کارخانه بزرگ و حتی بانک زنجانی در تاجیکستان را دلیل می‌آورند، ولی دوشنبه این را رد می‌کند. دوشنبه به نوبت خود ایران را به پشتیبانی و مبلغ‌گذاری مخالفین اسلامی حکومت کنونی تاجیکستان به ویژه حزب نهضت اسلامی که فعالیتش در تاجیکستان سال 2015 منع کرده شد عیبدار می‌کند.
ماه سال 2022 رسانه‌های ایرانی از افتتاح یک کارخانه مشترک تولید هواپیماهای به‌سرنشین تمغه ابابیل 2 در دوشنبه در جریان بازدید ژنرال محمد باقری فرمانده ستاد کل ارتش ایران از تاجیکستان خبر داده بودند. با گذشت قریب 1.5 سال درباره اینکه این کارخانه آیا به ساختمان درون‌ها سر کرد یا نه خبری نشر نشد. مسئله این کارخانه تولید درون‌های ایرانی دیگر باره در پس منظر استفاده روسیه از درون‌های ساخت ایران در جنگش به ضد اوکراین دیگر باره داغ شد. ژورنالیست اوکراینی دیمیتری گردان در پایان ماه اکتبر سال 2022 تاجیکستان را به آن ابدار کرد که هواپیماهای به‌سرنشین ایرانی که به تعبیر گردان روس‌ها بعداً با آنها اوکراینی‌ها را می‌کشند در تاجیکستان ساخته می‌شوند. او از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواست که اگر این معلومات درست نباشد آن را رسما رد کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به دنبال این ادعای گردان را رسما رد کرد. تاکید میکنیم که جمهوری تاجیکستان به صادرات تکنیک حربی به کشورهای سیام مشغول نیست. به جناب گردان توصیه میدهیم که در آینده به چنین نوع شرح‌ها به توجه مناسبت کند و درستی معلومات را که نشر میکند بسنجد، گفته میشد در اظهارات رسمی دوشنبه. ریاست دادستانی کل روسیه در حوزه فدرالی سیبیر خبر داد که در پی تحقیق قضیه زنوزنی گروهی بین بیش از 300 کارمند خارجی کان گاز در حدود نویه ژگال و ولایت ایرکوتسک، پلیس این ولایت بیش از 300 نفر را بر اساس ماده 20 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه با اتهام ویران کردن ترتیبات جمعیتی به جوابگری مأموری کشاندند. 34 نفر آنها را از قلمرو روسیه مجبوراً اخراج کردند. همین طور به اطلاع دادستانی در رابطه با این حادثه بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی با اتهام افباشی گشودند و 5 ابدار شونده به حبس پیشکی یا حبس خانگی گرفته شدند. بر اساس نتیجه های تحقیقات 23 میلیون سال 2023 در آشخانه هنگام خوراک نصف روزی بین کارمندان شرکت آ لنگاس پستروی برای نوبت خوراکخوری زن و زنی به عمل آمده. در جریان آن چند تن از کارگران جراحت برداشتند. دادستان کل روسیه گفت در کارخانه رعایت نشدن معیارهای بی‌خطری در جای کار و جای زیست کارگران، حالتهای سر وقت پرداخت نشدن معاش آنها نیز آشکار شده. گناهکاران برای این قانون شکنی‌ها جریمه بسته شدند. همین طور با تقاضای دادستانی با مقصد پیشگیری از حالت جنجال‌زا در کارخانه 4 آشخانه علاوگی تشکیل کرده شده. شماره کارمندان خدمات امنیتی را زیاد کردند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها با اشتراک مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجرانی را که برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه عالی جمهوری ساخایو در منطقه سیبری روسیه یک مرد 55 ساله زاده تاجیکستان و یک زن 38 ساله زاده یاقوتستان را در جنایت آدمکشی که 20 سال قبل در شهر یاکوتسک پایتخت این جمهوری صادر کردند گناهکار شناخته. زن را به 7 سال زندان نظامش عمومی و مرد را به 15 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. خدمات مطبوعات دادگاه عالی یاقوتستان روز 17 اکتبر سال 2023 خبر داد که دادگاه این جفت را بر اساس قسم دوم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه در کشتار برقصدانه از جانب گروه شخصان با مقصد غرضناک گناهکار شناخت. خود محکوم شدگان و یا نزدیکان ادوکات آنها برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه مرد زاده تاجیکستان از 1 اکتبر تا 16 دکبر سال 2003 به سبب نداشتن جای خواب یک حجره را در منزل یک پیرزن ساکن شهر یاکوتسک در کوچه یاراسلافسکایا اجاره گرفتند. بعد چند زن زاده یاقوتستان که در این پرونده همچون شریک مهاجر تاجیک میگذرد نیز در آن حجره مسکن شده است. محکوم شدگان با روی فریب
در جریان استعمال مشروبات کوشش کردند صاحب خانه را راضی کنند خانه او را به نام خود حجت گذاری کنند. ولی پیرزن از امضا کردن قرارداد فروش خانه‌اش سرکشی کرده است و اون دو نفر با وعده به استراحتگاه بردن او پیرزن را از خانه برآورده در یک گوشه بیهوده او را بوغی کرده کشتند و جسدش را در یک چقوری یک گاراژ در کوچه تیخانوف شهر یکوتسک زیر خاک کردند. بعد این آنها منزل پیرزن را ترمیم کرده چیز و چاره او را برآورده و خانه را به آدمان دیگر فروختند. برای آنکه کسی شوبه نکند آنها به نام پیرزن کشته شده چپته هواپیمایی یک طرفه خریده به همسایه اعلام کردند که گویا پیرزن برای زندگی دائمی به شهر نوسیبیرسک کوچیده رفته است. بعد چند هفته کشتن پیرزن و فروختن خانه او این مرد و زن پول خانه در جیب به تاجیکستان رفتند و آنها را تنها سال 2022 دستگیر کردند. زن زاده یاقوتستان در شهر مسکو با جنایت دیگر به دست افتاده با حکم دادگاه ناحیه چریوموشکی از 24 ماه سال 2021 علیه زندانی شده بود. خدمات مطبوعات دادگاه عالی یاقوتستان گفت در جریان تفتیش مرد زاده تاجیکستان کاملا گناه را به گردن نگرفت، ولی به فرق از وی زن به گناه خود پورا اقرار شده با تفتیشات فعالانه همکاری کرد و حتی اسم باز یک شریکشان را آشکار کرد. ولی این نفر سوم ملکه وفات کرده بود و به این دلیل پرونده او را به سبب مرگش قطع کردند. روز 15 اکتبر سال 2023 پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف همچون غالب در کوچه مرکزی شهر استپاناکند پایتخت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی قدم زده پرچم این جمهوری را نمایشکارانه زیر پا کرد و در مرکز این جمهوری قبلا جدایی طلب پرچم دولتی جمهوری آذربایجان را برافراخت. با این اقدام رهبر آذربایجان به جهانیان نشان داد که قره‌باغ کوهی اکنون پورا در زیر اطاعت حکومت مرکزی آذربایجان قرار داشته شک در آن نیست که منطقه قره‌باغ دیگر باره به جزء جداناپذیر خاک آذربایجان تبدیل داده شده است. اگرچه طبق سندهای بین المللی منطقه قره‌باغ جزء آذربایجان به حساب می رفت، ولی در حدود آن از 2 سپتامبر سال 1991 این جانب جدایی‌خواهان ارمنی با پشتیبانی ارمنستان جمهوری قره‌باغ کوهی را تأسیس داده بودند که هرچند از طرف یگان کشور جهان به رسمیت نشناخته شده بود ولی به باکو اطاعت نمی کرد. آذربایجان در اولهای سالهای 90 تلاش کرده بود که قره‌باغ را برگرداند. جنگ اول قره‌باغ از سال 1991 تا 1994 دوام کرده هزاران کشته به جا گذاشت و عملاً با شکست آذربایجان انجام یافت. زیرا باکو نه فقط این منطقه جدایی طلب بلکه باز نوعی دیگر اطراف قره‌باغ کوهی را از دست داد و جدایی طلبان قره‌باغ با تصرف این منطقه و توانستند از محاصره رها یافته مرز جمهوری خودخوانده خود را مستقیما به مرز ارمنستان بپیوندند. بعد سالها مذاکرات بی حاصل آذربایجان سال 2020 در جریان یک عملیات حربی که با نام جنگ 44 روزه معروف است این 7 ناحیه غصب شده و قسمتی از حدود قره‌باغ کوهی را بازپس گرفت. همین طور روز 19 سپتامبر آذربایجان در قره‌باغ عملیات نو خود را با نام عملیات ضد تروریستی آغاز کرد که علاکه یک روز بعد 20 سپتامبر با شکست پوره جدایی طلبان انجام یافت و این منطقه پوره زیر اطاعت باکو آمد. علاکه روز 28 سپتامبر پرزیدنت قره‌باغ کوهی ساموئل شاخرامانیان سند را امضا نمود که طبق آن جمهوری قره‌باغ کوهی از سنه 1 ژانویه سال 2024 همچون کشور از بین می رود. در پی امضای سند برهمخوری جمهوری قره‌باغ با وجود کفالت امنیت از جانب مقامات آذربایجان از 120,000 ساکنان ارمن‌تبار قره‌باغ کوهی بیش از 100,000 به ارمنستان هجرت کردند. ولی در هر صورت افراختن پرچم آذربایجان در مرکز شهر استپاناکرد نام آذرش خانکندی پس از گذشتن 30 سال الهام علیوف را در آذربایجان به قهرمان ملی تبدیل داده است. اما در ارمنستان باشد ارمنی‌ها نیکول پاشینیان نخست وزیر خود را به خائنی و وطن فروشی متهم می‌کنند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد روز 17 اکتبر سال 2023 با نشر یک گزارش ویدیویی از بازداشت یک راننده برای حمله به کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در ناحیه مشچا خبر داد. بنا به این گزارش صحنه 13 اکتبر سال 2023 تقریباً ساعت 2:25 راننده ماشین تمغه خوندای سالیارس با رقم‌های ولایت مسکو روسیه 878 X790 دولتزاده صاحب اسکندر سال تولدش 1989 ساکن ناحیه جامی ولایت ختلان
هنگام حرکت در حدود جماعت مشچو ماشینش را در سمت مقابل گذاشته به دیگر اشتراکچیان حرکت خلل رسانیده است. ناظر شعبچه بازرسی دولتی اتومبیل نوع مشچو در حدود محله زرفشان جماعت مشچو خدمت خود را پیش می برد و از صاحب دولتزاده طلب کردند که حجت‌های رانندگیش را نشان دهد. در نوار نشر شده لحظه‌های از بحث دولتزاده و ناظر بدیا نیز دیده می شود. میلیسیا می گوید دولتزاده از نشان دادن حجت‌های رانندگیش سرکشی کرده ماشینش را به حرکت درآورده است و کوشش کرده است که فرار کند. در این اثنا به سرژانت میلیسیا حمدزاده فراخجان محمدی که در راه حرکت ماشین ایستاده بود ضررهای جسمانی رسانده بعد از این از جای حادثه فرار کرده است. در نتیجه ناظر بدیا ضررات جسمانی برداشته با کمک راهگذران به بیمارخانه برده شده است. صاحب دولتزاده در گزارش حادثه را چنین نقل کرد: گفت حجت رو ندادم، این طرف خپید های کردم که نمیدونم چند های کردم رفتید رفتم دیگه ترسیدم دیگه ندونستم چی رو کنم تمام دیگه میقکو من کیدوی کردم شایمونو مقصد من میگم همین رانندگو که من دون کردم بیسته نگریزه اینو من گریختم شایمون شدم. بعد این راننده ماشینش رو در حدود جماعت زر حلال پرتوفته غیب زده است ولی به کارمندان میلیسیا میسر شد که او را دستگیر کنند. گفته می شود اولا نسبت به او جمع‌آوری مواد برای کشودن پرونده ادامه دارد. ماده 328 کودکس جنایی تاجیکستان برای استفاده زوراوری نسبت به نماینده دولت خصوصا هنگام اجرای وظیفه‌های خود قرار داشتنش همچون جزا تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. تفصیلات دیگری حادثه آورده نشده است ولی تبری از رقم‌های ماشین دولتزاده برمی‌آید و از جمله مهاجران است که از روسیه با ماشین به وطن برمیگردند. در مرز نوع مشچو با بیکاباد ازبکستان یک پاسگاه مرزی عمل میکند. کار افتادگان به خصوص آنهایی که با ماشین از خارج به تاجیکستان میآیند از رفتار کارمندان بدیا در تاجیکستان زیاد شکایت میکنند و میگویند که آنها برانندگان به خصوص برانندگانی که رقم‌های خارجی و ترانزیتی دارند با چشم طمع نگاه کرده از آنها پول طلب میکنند. ویدیوی حمله به کارمند بدیا در نزد جمعه بازار نویه مشچو چند روز باز از پرتماشابین ترین ویدیوها در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بوده بحث‌های زیادی را به پا کرده است. اما نظرها به این ماجرا در بین مردم یکسان نیست. برخی حمله به کارمند مقامات را محکوم می‌کنند و می‌گویند در این صورت نباید به نماینده دولت سر به سر شد و از اجرای امرش سرکشی کنند، ولی گروه دیگر بر اینند که کارمندان مقامات به خصوص بدیا که با پولکنی‌های خود نام برآوردند باید خودشون نیز کمی انصاف کنند و بالای مردم ظلم نکنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.